درود به شما دوستان عزیز، خوش آمدید به برنامه خودتون با دوره‌های مخصوص شاگردسازی. در خدمت شما هستیم. من ناتان رستمپور هستم و در کنار برادر عزیز و دوست داشتنی خودم کشیش فریدون عزیز هستم. درود بر شما. سلام عرض میکنم ناتان عزیز و همینطور سلام خدمت همه شما دوستان عزیز که ما رو میبینید. امیدوارم هر جا که هستید خداوند خودش یار و یاورتون باشه و مرسی که باز این فرصت رو پیش آوردید، دعوت کردید که با شما باشم. ممنونم از شما. مرسی از شما، مرسی که دعوت رو پذیرفتید و ما رو دارین برکت میدین. دوستان مرسی که با ما همراه هستید. همینطور که میدونید جلسه قبل در رابطه با اهمیت شاگردسازی صحبت کردیم و اصلا صحبت کردیم چرا ما باید در کلیسا شاگردسازی رو انجام بدیم و امروز میخوام در مورد این مسئله با هم صحبت بکنیم که اصلا شاگرد کی هست. آیا صرفا من به عنوان یک مسیحی وقتی که به مسیح ایمان میارم و میپذیرم که عیسی مسیح خداوند و منجی منه، آیا فقط شاگرد او هستم؟ آیا فقط با رفتن به کلیسا برادر عزیزم من میتونم بگم ادعا بکنم که فقط من شاگرد مسیح هستم و دیگه تموم شد؟ یا اینکه شاگرد کیه؟ من کی میتونم بگم واقعا شاگرد مسیح هستم؟ بله، این مطالبی که واقعا گفتید خیلی مهمه. اگر کلیسا رفتن من تصویری که در ذهن من ایجاد میکنه این هستش که من به مکتب میرم، بله درسته، ولی نه. اگر کلیسا رفتن من همونطور که در برنامه گذاشتم گفتم که صرفا بخوام یک رسمی رو، یک آیینی رو، یک وظیفه‌ای رو انجام بدم داره به اصطلاح که ثوابی به دست بیارم، نه، این متاسفانه غلط است. من یادم میاد که اون قدیما تو ایران وقتی که یکی میگفت که آقا من چی میگن خیلی علاقه‌مندم میخوام برم ببینم مسیحیت چی میگه، بهش میگفتم ببین هر کاری میکنی بکن، فقط نذار بکنن تو حوض. چرا؟ برای اینکه انگار که تعمید، حوض منظور این بود، تعمید در آب دیگه نقطه اوجه. و میگم یکی از اون زمینهای غلطی که تو فکر مردم هم هست اینه که انگاری که تعمید دیگه نقطه اوجه. ما به خاطر اینکه مردم چی میگن مطمئن بشیم که حقیقتا فهمیدن دارن چی کار میکنن، تعمید رو اونقدر سختش گرفتیم که دیگه طرف فکر میکنه به تعمید بگیرم دیگه همه چی تمومه، در صورتی که تعمید اتفاقا قدم اول قضیه است و تازه قدم اول در اطاعت، قدم اول در اون شاگرد مسیح شدن هستش که مردم دارن. اینه که بله، نه اونجوری که شما گفتید که طرف بره کلیسا دیگه شاگرد است، متاسفانه من نه، کلام خدا مطرح میکنه که نه، شاگردسازی به این مطلب نیستش. من مطمئنم حالا این تو این برنامه یا برنامه‌های بعدی میرسیم که اصلا شاگرد چه ویژگی هایی رو باید داشته باشه. ولی واقعیت اینه که شاگرد همونی هستش که خودش داره میگه. یه بچه مدرسه‌ای رو در نظر بگیرید، خب همونه، برای اینکه این چیزی که خب انجیل به زبان یونانی هست، بنابراین من مجبورم برگردم به لغتی که در رابطه با شاگرد در انجیل مطرح میشه. ماتیتس در واقع همون شاگرد مکتب، شاگرد مدرسه، یه لغت عمومی هست برای شاگرد مدرسه و دقیقاً آن چیزی که در عهد جدید مطرح میشه در رابطه با شاگرد همینه. اون موقع ما وقتی که نگاه میکنیم به عهد جدید میبینیم که اغلب معلمین، اغلب علمای دینی، حتی فلاسفه، اینها برای خودشون شاگردان داشتن. لااقل در انجیل میبینیم که فریسیان برای خودشون شاگرد دارن، یحیی تعمید دهنده برای خودش شاگرد داره. در عهد عتیق پیغمبران که وظیفه تعلیم رو به عهده میگرفتن، اینها برای خودشون شاگرد داشتن. میبینیم که الیشع یه عالم جوان رو به عنوان شاگرد داره که در واقع مدرسه انبیا راه انداخته و همینطور میبینید انجیل و عهد جدید در واقع زمانی هستش که فلسفه یونان در شکوفایی خودش داره به سر میبره و اغلب در اونجا در هر شهری ما میبینیم که در امپراتوری روم مکاتب فلسفه یونان کماکان باز هست. بنابراین مسئله شاگرد بودن در عهد جدید و همینطور الان یک مسئله عمومی و آشنا بود برای مردم. درست. برای فریدون عزیز، الان مشکلی که من خودم توی تقریبا شاید بگم خیلی از کلیساها میبینم این هستش که افراد این تفکر رو دارن به خاطر همین مفهوم شاگردی که شما فرمودید. خب من اگر حالا ایمان آوردم به عیسی مسیح، من ایمان دارم و به کلیسا من میرم،
هر یک شنبه کلیسا میرم، موعظه گوش میکنم. چه لزومی داره که من توی سل گروپ یا توی گروه خانگی باشم؟ چه لزومی داره که من یک معلم یا منتور داشته باشم؟ این آیا فقط میخوام به اینجا برسم، این سوال از شما دارم، شما ممکنه که خیلی از بینندگان این سوال داشته باشن که من کی شاگرد میشم؟ کی میتونم به خودم بگم شاگرد اصلا کیه؟ من حتما آیا باید کار خاصی انجام بدم یا صرفا فقط با کلیسا رفتن کافی هست؟ خب کافی نیست اگر میرم کلیسا ولی کلیسا رو به عنوان یه جایی که کلام خدا رو به من یاد میدند با این انگیزه نمیرم اونجا. میرم که ثوابی کسب کرده باشم. دو با هم فرق میکنم. ببینید کلیسا از لغت یونانی اکلشیاست که این در واقع از کهال عبریه که در واقع تصویری رو به وجود میاره از جمعی که به خاطر یک دعوت به خصوص از یک شخص به خصوص که اینجا خداست دور هم جمع شدن و علت این که اینا دور هم جمع شدن که از او بشنون. یعنی من وقتی که میرم کلیسا من اونجا میرم که فردی که داره در اونجا به من درس میده کلام خدا رو به من درس بده، نه افکار خودش رو، ترجیحات خودش رو یا مسائل فرهنگی خودش رو. من میرم که از خدا بشنوم. خب کلیسا اینه. اگر من با این تصور میرم به کلیسا که من میرم که در اونجا در مورد کلام خدا یاد بگیرم برای اینکه این یادگیری رو برای زندگیم و برای این ادامه طریق در پیروی عیسی لازم هستش، عالیه. ما میبینیم که زمانی که به اصطلاح کلیسای اولیه به وجود میاد، در واقع اگر بخوایم که مدل ورداریم از یک کلیسای درست، بهترین کلیسایی که میتونیم اسم ببریم کلیسای اولیه است در اعمال فصل 2. در اونجا از آیه 41 تا 47 ما در مورد این کلیسا میخونیم چجوریه. اولین ستونی که این کلیسا روش به اصطلاح خیلی تاکید داره تعلیم صحیحه. میگه اونها در تعالیم رسولان مواظب بودن. یعنی چجوری مواظب بودن؟ میگفتن که آقا ببین هر برنامه میذاری یا فقط این روز که من میخوام برم تعلیم رسولان رو بشنوم، نمیخوام با هیچ چیز قاطی. یعنی اولویتشون مشخص بود، تعلیم رسولان. دومین مسئلهشون مسئله در دعاها میگه مواظبت بودن. و جالبه در زبان یونانی لغت عمومی برای دعا نیست. اگر بخواهیم که به زبان فارسی اونو تعریفش کنیم، در مقابل دعا کلمه تعریف وجود داره. در زبان انگلیسی بهش میگن ده، در زبان فارسی ما اینوانه. در مقابل آن دعاها، کدوم دعاها؟ زمانی که افراد با هم در یک جا داشتن پرستش میکردن. پس پرستش صحیح هم یک چیزی بود که اینا حواسشون بود که مبادا این یه جورهایی از بین بره. و سومیش مشارکت صحیح بود که کلیساهای ما تو این قضیه خیلی ضعف دارند که یک مشارکت صحیح به وجود بیارن که درش غیبت و این حرفا نباشه. و وقتی که این سه صفت در کلیسا باشه، کلام چی میگه؟ و میگه خدا ناجیان به کلیسا اضافه میکرد. وقتی که یک جمعی این خاصیت رو داشته باشه، همه میخوان عضوش بشن. چه کسی نمیخواد عضو یک چنین کلیسایی بشه؟ پس کلیسایی که داریم صحبتش میکنیم اینه. و در یک چنین به اصطلاح اوضاعی شما نگاه، در یک چنین محیطی میگه که در یک روز 3000 نفر به اونها پیوستن. بدونید این 3000 نفر کیا بودن؟ 3000 تا بچه مدرسه‌ای. وقتی من میگم بچه مدرسه‌ای یاد فیلم صمد میفتم که اون چیزشونو بسته بودن و این غذاشونو برداشتن و سیامک نمکی و صمد و بقیه اونا. واقعا خندم میگه، ولی واقعیت اینه. یک سری 3000 نفر افراد جمع شده بودن، حالا باید میرفتن اکابر. و میبینیم که اولین مدرسه تعلیم کتاب مقدس در اورشلیم به وجود میاد و رسولان معلمش هستن و این افرادی که تازه اومدن شاگرد. بنابراین ما در کلیسامون اگر ماهایی که به قول معروف در کلیسا بالاخره یک خدمتی رو به عهده گرفتیم، باید این فکرمون رو با این فکر میگن بخوابونیم، مارینیت بکنیم که آقا جان افرادی که در کلیسا ایمان میارن
اینها اتوماتیک شاگردند و فردی هم که ایمان میاره بتونه اینو درک کنه که آقا من که ایمان آوردم یعنی ایمان آوردن من این که من الان شاگردم، من باید یاد بگیرم، این باید در اولویت زندگی من باشه. میدونید چون بر فریدون عزیز یه سوء تفاهمی هست که من متاسفانه اینو تو کلیسا میبینم که افراد فکر میکنن شرکت کردن در دروس و دورها و تعالیم فقط مخصوص کسایی که میخوان در آینده خادم بشن. یعنی اینو خیلی دیدم این رو. نظرتون در مورد این دقیقاً چیه؟ همینه دیگه. برای اینکه البته به اونا نمیتونیم ایراد بگیریم، ما یک چنین تصویری رو به وجود آوردیم براشون، انگاری که چی میگن یکی که میره بایبل اسکول درس بخونه کلام رو یاد بگیره این دیگه میخواد بره مثلا کشیش بشه، در صورتی که اصلا این حرفا نیست. کشیش شدن، خادم شدن، اینا دعوت خاص احتیاج داره، عطای خاص احتیاج داره، ولی این که همه ما دعوت شدیم به شاگردی دقیقاً اینه. هر فرد مسیحی دعوتش هست برای شاگردی، برای اینکه به غیر از این مسیحیتی ما نمیبینیم که وجود داشته باشه. تازه لزوما فردی که میره دانشکده علم الهی لزوما نمیتونیم بگیم شاگرده. مثلا حالا شما رو حتما شما بچه‌ش زرنگ بودید، من زمانی که درس میخوندم تو مدرسه خب فکر ریاضی نداشتم ولی حفظیاتم خوب بود. میرفتم راه حل ها رو حفظ میکردم و بعد با استاد جر و بحث میکردم که آقا درسته که نتیجه غلطه ولی راه حلی که رفتم درسته. میگم بابا یعنی چه؟ حالا حکایت این هستش. و بعدم که نمره قبولی یه جوری گرفته میشد میومدیم بیرون همش یادمون میرفت. یه مثلا تو میرفتیم کلاس انگلیسی، حالا از خود شما بپرسم، میگفت this is a door. تا حالا چند دفعه در زبان گفتگوتون به یکی گفته this is a door؟ اصلا بگیم طرف برمیگرده با دعوامون. اینه که بسیاری از افرادی که میرن به شکل آکادمیک یاد میگیرند لزوما شاگردند نه. برای همین هم هستش که ما اینقدر با سورپرایز ها با چیزهای تعجب آور روبرو هستیم. میگیم اون دیگه چرا؟ اون که کشیش بود. بله. اصلا اینا چی مطرح نیست. دقیقا خیلی از استادای علم الهیات در دانشگاه حتی اینجا امریکا هستن که برای خود من خیلی در واقع شوک آور بود که میشنیدم که حتی بعضیشون واقعا از صمیم قلب ایمان مسیحی هم ندارن، صرفا این رو به عنوان یک شغل و به عنوان یک کار، به عنوان یک حرفه در واقع دارن و درس میدن. حالا برای این صحبت رو در واقع میخوایم ادامه بدیم که حالا که من فهمیدم که این شاگرد بودن وظیفه همه ما مسیحیانه، فقط پس یک دعوت خاص برای خادمین و کشیشان و واعظین و رهبران پرستش و معلمین نیست. من مسیحی که ایمان دارم به عیسی خداوند دعوت شدم که شاگرد مسیح باشم. حالا اگه موافق باشین در این رابطه صحبت بکنیم که حالا ما می‌بینیم شاگردسازی که تو کلیساهای ما انجام میشه یه سری روش‌های خاصی خودشو داره. مسیح از چه روش‌هایی استفاده می‌کرد و چه الگوهایی برای ما گذاشت که من امروز خادم بدونم که چطور باید از این الگوها استفاده بکنم؟ خب بعضی وقتا ما فکر میکنیم که شاگردسازی ما باید یه شیوه خاصی باشه اینه، ولی قاعدتا اینه که اگه ما میخوایم که شاگرد مسیح بشیم باید ببینیم که مسیح چجور به قول معروف شاگردی رو میخواد و چه شیوهی رو خود مسیح داشت به کار میگرفت که ما میتونیم به عنوان الگو ازش استفاده کنیم. ببینید من بهتون گفتم که افراد دیگه هم شاگرد داشتن، فریسیان و یحیی و فلاسفه، و یه چیز عادی بود، ولی در رابطه با مسیح این چیز عادی نبود. اتفاقاً کاری که مسیح میکرد خیلی غیر عادی بود. با همه اینها و شاگردسازی فریسیان و یحیی و فلاسفه بالکل فرق داشت. اولین چیزی که در رابطه با مسیح میبینیم این بود که مسیح ساختمون نداشت، یه جایی رو نرفته بود اجاره کنه بالاش بنویسه مدرسه شاگردسازی عیسی مسیح. نه،
اینجوری نبود. مسیح نه ساختمون داشت، نه مدرسه داشت، هیچی نداشت. دائما هم خودش وقتی که کلام خدا رو نگاه میکنم همش در راهه، از این ور به اون ور. بی خود نیستش که مسیح اینقدر حتما فیت بوده از بس در راه بوده. ما هی داریم نشستیم پشت میز، مجبوریم چی میگم بریم رو تردمیل. وقتی من برم رو تردمیل یادم میفته اونجا میگه شریرا میدوئن تعاقب کننده ای هم نیست، اصلا نمیدونیم کجا داریم میریم. در هر حال مسیح دائم تو راه بود. اون وقت شاگردا عملا باید دنبالش میرفتن. این نبود که مسیح میگفت تو دنبال من بیا، منظورش این بود که مثلا از تعلیم من پیروی کن. نه فقط اون، بلکه باید قدم به قدم دنبال مسیح را میافتاد، میرفت و اگر ازش عقب میافتاد و مسیح رفته بود نمیتونست که پیدا بکنه که مسیح رو که اینه که مسیح فرق داشت. فلاسفه دیگه، اساتید دیگه، دکونی بود، مغازه‌ای بود، ساختمونی بود و اونها چیکار میکردن؟ از اون استفاده میکنن یه جای مشخص. نه، مسیح دائم در راه بود و میرفت جلو. ولی این تنها فرق نبود. فرق دیگه که ما در مورد مسیح میبینیم اینه که ببینید اون موقع شما میخواستی شاگرد بشی، خب مثلا فلسفه فرض بخونی، میگشتی ببینی که کدوم استاد فلسفه چیز میزونیه که بعدها تو پوز بدی. دقیقاً افتخار باشه. آره دیگه، الان هم مردم میرن دانشگاه چیکار میکنن؟ دانشگاه اینجا مثلا میگن ییل بریم، دانشگاه هاروارد بریم، فلان بگو. نمیای که بری کلاس اکابر. ما از کالج مثلا حالا اسم نمیبرم به یکی بر نخوره، از اون الان یا اینترنتی که اغلب مردم میگن آها اینترنتیه ول کن بیو، در حال ممکنه پدر خود در آورده باشی. ولی در هر حال صحبت سر اینه که اون موقع این اونایی بود که میخواستن برن و به اصطلاح شاگرد بشن، میرفتن دنبال معلم میگشتن و وقتی که معلم رو میگشتن میرفتن، حالا مصاحبه میشد یا نمیشد یا پولی میدادن فلان، میشدن شاگرد. در رابطه با مسیح ما میبینیم اینطوری نیستش. در رابطه با مسیح اولا دعوت به شاگردی مسیح اعلانیه نداده هر کسی که میخواد شاگرد بشه بیاد اسم نویسه. نه، مسیح اینطوری نبود. مسیح میرفت و بعد نگاه میکرد، بعد میگفت تو دنبال من بیا، بعد متی تو بیا دنبال من، لاوی تو. اون وقت جالب افرادی رو انتخاب میکرد که ابداً چی میگن ساخته و پرداخته برای کار شاگردی نبودند. پتروس ماهیگیر، یوحنای ماهیگیر، لاوی یا متی باجگیر، یعنی چیزایی که واقعا انتخابایی که مسیح میکرد آدم شوک بهش وارد میشد. افرادی رو داشت به شاگردی میگرفت که اصلا اینا برای این کار ساخته نشده بودن. تازه یه دم که بدو می اومدن آقا من میخوام استاد شما بشم، ببینیم مسیح اینجوری نگاه میکرد و معلوم از حرف زدنش که مردده. طرف رو دیو ازش اخراج کرده، میگه اجازه بده من دنبال تو بیام، میگه نه نمیخواد، برو اون چی که خدا بهت گفته اونجا. برای اینکه میبینیم مسیح به عنوان استاد انگاره که طی برنامه مشخصی داره خودش شاگرد انتخاب میکنه. این نیستش که شاگردان بخوان مثل اساتید دیگه مسیح رو انتخاب کنن یا جوان ثروتمند. حالا اون دنبال چی میگن حیات جاودان داشت میگشت که اون موقع هر یعنی تمام این علمای مذهبی اون موقع دور هم میشستن بزرگ در این صحبتی که داشتن شنگول منگولشون این بود که آقا حیات جاودان چیه و که چه کسی میتونه به دست بیاره. اون وقت باز تازه چیز نیست. میبینیم که آخه شما وقتی که مدرسه باز میکنی شروع میکنی تبلیغ کردن که شاگرد بیشتر داشته باشی. مثلا میگی که آقا ما 100% قبولی داریم، نمیدونم اله میکنیم بله میکنیم، یکی بخر 2 تا ببر، از این حرفا. میبینیم مسیح از این لحاظ تبلیغی هم مشکل داره. برای اینکه وامیسته یا میگه هر کسی میخواد شاگرد من بشه باید صلیب خودش رو برداره، هر روزه خودش رو انکار کن دنبال من بیاد. این دیگه چه مدل شاگردیه؟ یا اصلا در انجیل یوحنا فصل 6 داریم میبینیم دیگه مطرح میکنه
پدران شما نان را در بیابان خوردند و مردند، من آن نان آسمانی هستم که نازلشم تا هر که از من بخوره نمیره. دارن نانی رو که مسیح 5000 نفر رو داره با 5 نان ماهی داره غذا میده، دارن قورتش میدن. میگه که شاگردان، مردم چی میگن نون و ماهی خور رو نه، میگه بسیاری از شاگردان از مسیح برگشتند، گفتن این تعلیم سخته، چه کسی میتونه این تعلیم رو قورت بده؟ بنابراین مسیح جوری از شاگردی خودش رو مطرح میکرد که مردم براشون دلچسب نبود، عامه پسند نبود، مردم رو وادار نمیکرد که چی میگن 2 پا دارن 2 پای دیگه هم قرض کنن دنبال مسیح را بیفتن. در واقع انگار که مسیح داره چی میگن ترمز میدن، در حالی که در دیگر شاگردان و افرادی که شاگردسازی میکردن ما این رو نمیبینیم. حالا مسیح وقتی که مسیح در مورد شاگردی صحبت میکنه اینش هم جالبه. شما بالاخره میری یه جایی درس میخونی، درس میشه 6 سال 12 سال، میگه اگه دیپلمم رو بگیرم نمیدونم اگه فلان بکنم اگه بهمان، بالاخره یک نقطه پایانی وجود داره. در شاگردی مسیح نقطه پایان وجود نداره. مسیح وقتی یکی رو به شاگردی دعوت میکنه میگه آقا جان این شاگردی برای تمام مدت زندگیته. این نیستش که تو الان مثلا 6 سال شاگرد من باشی، قابل توجه تمام اون افرادی که وارد دوره‌های مختلف خادم سازی و کشیش سازی و نمیدونم اسقف سازی و این حرفا میشن. اینها ممکنه به انسان درجه دکترای علم الهی رو بده، ولی لزوما به این معنی نیستش که شاگرد بودنش تموم شد. نه، انسان که کسی که میاد مسیحی میشه با اون تعریف گفتیم برای تمام عمرش این شخص شاگرد هست. از شاگردی چیز نداریم با، یعنی وقتی که بمیریم نمیدونم شاید تو آسمان که مکان ادامه داره این مثلا حتما ادامه داره، اونجا هم کلام خدا میگه وقتی او رو ببینیم به صعود خواهیم شد. شاید اون موقع خداوند حداقل دیگه دستور داره از یقمون بگه آقا اشکال نداره حالا برید، ولی شاگردی لااقل برای تمام مادام العمر است. من یه سری مطالب دیگه هم اینجا یادداشت کردم. مثلا شما وقتی که شاگرد مسیح هستی تا آخر عمرت به یک استاد سرسپرده ای. نمیتونی بگی بله در دوره ابتدایی آقای فلانی بود خیلی دوستش داشتم، بعد در دوره متوسطه فلانی اومد، بعد اون اومد، بعد نه. مسیح نمیپذیره. آقا میدونید چیه؟ شما یک استاد دارید، یک آقا دارید، یک خداوند دارید و جالب میگه همش من هستم و شما اگه میخوای باید تمام مدت زندگیت به من سرسپرده باشی، در حالی که در دیگر اساتید ما اینا رو نمیبینیم. برای یه مدتی تو شاگرد افلاطون هستی و بعد خودت تازه یه عنوان دیگه هم اینجوری بگم حالا که اینو گفتم یادم افتاد، شما وقتی یه جای شاگردی بالاخره فارغ التحصیل میشی، بالاخره میشی همپایه استاد خودت. در مورد مسیح تو همیشه شاگردی، هیچ وقت تو اندازه استادت نمیشی. ارسطو یک زمانی خب شاگردی افلاطون رو کرد ولی خودش بالاخره به جایی رسید که تئوریسین شد، خودش مطرح شد، خودش شاگرد پذیرفت. در مسیح ما همچین چیزی رو نداریم. در مسیح شما همیشه خدا شاگرد باقی میمونی. و یه مطلب خیلی مهمتر این که مسیح وقتی که صحبت میکرد با اقتدار روی خودش صحبت میکرد، یعنی حرفش اقتدارش وزنه حرفش رو خودش بود، در حالی که اساتید دیگه اینجوری نبودن. اساتید دیگه وقتی حرف میزدن، حالا بیایم علمای مذهبی در هر حال نقطه ارجاعشون در اون موقع موسی بود و موسی رو هم نقطه ارجاعشو به خدا میدادن. مسیح یه همچین حرفی نمیزد. مسیح برمیگفت شنیده اید که گفته شد. حالا هم داشت به موسی اشاره میکرد، هم داشت به تفسیر فریسیان اشاره میکرد، میگفت ولی من دارم میگم. و این اون اقتداری بود که مسیح داشت. مسیح هیچ وقت نگفت برید نزد خدا،
او بارهای شما نه، بیایید نزد من. آمین. و این دعوتی بود که شما از هر استادی در اون موقع نمیشنیدی یحیی این است بره خدا، اشاره به یکی دیگه بود. وقتی که ما میبینیم اساتید معروف اون موقع در جامعه یهود، هیلل بود و شمای، که اینها دو تا معلم بزرگ یهودی بودن که مکتب داشتن، شاگرد داشتن. یهودیان به اصطلاح خیلی وارد، علما، در هر حال شاگرد یکی از این مکاتب بودند. فریسیان بیشتر شیمای رو میپذیرفتن، برای شیمای خیلی سخت گیر بود. حتی اون موقع ما تو انجیل داریم وقتی که میان میگن استاد شما به ما بگو در کلام موسی گفت هر کس میخواد زنش رو طلاق بده یه طلاقنامه بده دست شما، چی میگی؟ منظورشون نبود که مسیح حالا ما قبول داریم که تو اقتدار تو، نه، میخواستم ببینن که ما که فرض کن طرف شیمای هستیم، مسیح طرف کدوم یکی از اینها رو میگیره. در واقع اون موقع شاگردان وقتی که تعلیمی رو میخواستن ارزیابی کنند، این تعلیم رو در مقایسه ارزیابی میکردن. مثلا شیمای اینو میگه، هیلل اینو میگه، شاگردان یحیی اینو میگن. ما میبینیم میگن که شاگردان فریسیان روزه میگیرن، شاگردان یحیی هم روزه میگیرن، شاگردان ما چرا؟ در ارزیابی بود که مقایسه میکردن. در حالی که مسیح وقتی تعلیم میداد راه مقایسه رو باقی نمیذاشت، میگفت نزد من بیایید و این غایت تعلیم بود. یعنی راه رو دیگه میبست برای هر گونه مقایسه. میگفت من هستم و بس، و آنچه که من دارم میگم در واقع آن اراده ای هستش که خدا داره برای شما از خودش مکشوف میکنه. وقتی که ما این چیزها رو میذاریم پهلوی هم دیگه، میبینیم که واقعا مسیح داینامیک شاگردسازی رو عوض کرده. مهمتر از اون که فراموش نکنیم، اون موقع اساتید وقتی که شاگرد میپذیرفتن، شاگرد زن کسی نمیپذیرفت. اصلا در جامعه اون موقع، چه جامعه رومزده یونانیش غیر یهودیش، چه جامعه یهودیش، زن اصلا رقمی به حساب نمیومد. خواهش میکنم خواهران من اینو نگفتم، این تجربه کلیسا، آره، در فرهنگ اون زمان، نگید بعد در فریدون یک چین حرفی رو زد، اینه که در فرهنگ اون زمان نه بچه چیزی به حساب می اومد، نه زن چیزی به حساب می اومد. وقتی که میخوان تعداد افرادی رو که نون و ماهی رو خوردن شاگردان حساب بکنن، فقط مردا رو حساب میکنن، که زنها رو اگر بهشون حساب بکنن، حتی اگر دایت هم داشته می بودن، میشد 7000 نفر. و مسیح این فرهنگ رو واقعا عوض کرد. من خیلی عذر میخوام اینو صحبتتون دوستان، وقت ما خیلی کوتاه هست، اما خیلی مطلب مهمیه. میخوام از خواهش کنم که جلسه بعد حتما ادامه بدیم. پس با ما باشید دوستان عزیز، میخوام هفته آینده با هم دیگه مطلب رو ادامه بدیم. خدا برکتتون بده، دوستتون داریم، با ما باشید. خدا نگهدار.